نبرد برای زندگی دوباره. در فرهنگ سرخپوستان عقاب نماد شجاعت، خرد و قدرت است. این پرنده با شکوه جایگاه ویژه‌ای در باورهای معنوی و آیینی آنها دارد. سرخپوستان عقاب را پیام‌آور آسمان می‌دانند و معتقدند که این پرنده ارتباطی مستقیم با نیروهای برتر و جهان معنوی دارد. سرخپوستان در میان افسانه‌های خود داستان عقابی را روایت می‌کنند که جنگیدن برای زندگی دوباره را به ما می‌آموزد. عقابی که وقتی عمرش به آخر نزدیک می‌شود، چنگال‌هایش بلند شده و انعطاف گرفتن طعمه را دیگر ندارد. نوک تیزش کند و بلند و خمیده می شود و شهبالهای کهنسالش بر اثر کلفتی پر به سینه می چسبد و دیگر پرواز برایش دشوار است. آنگاه عقاب است و دوراهی، بمیرد یا دوباره متولد شود. ولی چگونه؟ عقاب به قله‌ای بلند می رود، نوک خود را آنقدر بر صخره‌ها می کوبد تا کنده شود و منتظر می ماند تا نوکی جدید بروید. با نوک جدید تک تک چنگالهایش را از جای می کند تا چنگال نو درآید و بعد شروع به کندن پرهای کهنه می کند. این روند دردناک 150 روز طول می کشد. اما پس از 5 ماه عقاب تازه‌ای متولد می شود که می تواند 30 سال دیگر زندگی کند. این داستان به ما می آموزد که برای زیستن و زندگی تازه باید تغییر کرد، باید جنگید، نباید ترسید، باید درد کشید، از آنچه دوست داشت گذشت، عادات و خاطرات بد را از یاد برد و دوباره متولد شد و زندگی تازه ای را آغاز کرد. یا باید از همه چیز دست کشید و مرد. انتخاب با خود توست.